سیله ملخ‌ها را با زهر خیمیکات‌ها نابود می‌کنند. مقامات بعد از گزارش رادیوی آزادی درباره حمله ملخ‌ها به کشتزار و باغ ساکنان به کمک دهقانان رفتند. روز 27 می ساکنان جماعت مشعل در ناحیه وخش می‌گفتند که سیله ملخ قسمی از زراعت و حاصل درختان را نابود کرده است. اکی شما خودتون مشاهده کردین که این میلیارد ایران ما اکی میورم خم ابلاغ گذاری میکنم. حالا ماشین مخصوص برای تازه کردن ملخ‌ها در خواجگی شاه سفر ایوب ناحیه وخش دارو می‌پاشد. انا چون که شما از شاهدی حال هستید، انا با طریق زهرهای شیمیایی ما همین خوف خطر ملخ را در یک جایگی ما مسئولان همین خوف و برطرف ساختن خوف و خطر ملخ همین خطر را برطرف کرده ایستاده. عبدالنظر سعید در بیش از 1 هکتار زمین کدو و تربوز و پالایزه‌های دیگر دارد. هرچند ضرری رسیده ملخ کم نیست ولی از کشت باقی مانده‌اش امید دارد. من از حکومت ناحیه از جماعت خودمو داروهای کیمیایی یاردم کردن، سوزشواری ها یاردم کردن برای تکنیکاها را آورده یاردم کردن که تا اینکه همین حشرات های ضرررسان را سر وقت نست نابود کنیم. مقامات ناحیه وخش میگویند که ملخ‌ها از مرز افغانستان وارد شده به شهر و ناحیه‌های اطراف پرواز میکنند. آنها میگویند اگر به ضد ملخ دارو نپاشند باز به کشاورزان دیگر ضرر میرسانند. ملخی که حالا در ناحیه‌های ولایت ختلان به دادگری دارند مراکشی نام داشته صدها دانه تخم میگذارند. در صورت نیست نشدن با یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان پخته نیز ضرر خواهند رساند.